اینجا هیچی نیست. امیر تو اینجا چی کار میکنی؟ سالمی؟ والا نمیدونم داشت، من داشتم دنبال یه چیزی میگشتم بیوی اومدم اینجا. چه عجیب، من مسموم شدم اومدم اینجا. آجی این بحثا به کنار، الان باید نقشه فرار بریزیم ازش فرار کنیم. آره ولی چطور آخه این یارو اقا گوشاش تیزه؟ ببین این یارو تو خونش لوازمش پخش و پوله است، میتونیم راحت لوازم رو پیدا کنیم و فرار کنیم. اصلا اون در اصلی. الله حاجی نقشه خوبیه، به نظرم اینجا قرار بذاریم همو ببینیم، امنیت اینجا بالاست. حل آجی، پس بهتره هرچه سریعتر شروع بکنیم و کمتر دیده بشیم. آمو ریدم، این اصلا حروف انگلیسیه، عدد نداره. اینجا میگه بعد عدد وارد بکنی. از همین جا همین بالا میذارمش، اگه قبول کرد که دمش گرم، اگرم نکرد که کوسه خورمادش ولش کن بابا. و همینطوری گشتیم، خیلی پیشرفت خوبی کردیم. بس ببینم این داخل این اتاق چیه. نگشتم. اوه این بخاری دیگه چیه؟ بس ببینم اینجا کلید داره، آنش میکنم ببینم چیه. اوه 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 چه بده. اوه بذار آفش کنم. فکر کنم با این میشه گرنی و کشت. بذار ببینم. چه عجیبه واقعا اتاقش. انگار با این میشه گرنی و کشت. باید به علی بگم بیاد اینجا. علی نو با این اتاقی میشه گرنی و کشت. من رفتم توش گاز پخش میکنه نمیشه، خیلی راحت گرنی و کشت. پشمام عجب اتاقی، ولی اول باید کاری کنیم که گرنی بیاد اون کلیدو بندازیم تو، شاید بیاتش. حله. آجی من کلید رو برمیدارم پرتش میکنم اونجا. اونم میشنم سری میاد برمیداره. واه اینم از این کلید. خب بودو قایم شو علی، قایم شو. ایزم احمقایی. اینجا دوربین داره، من همه چیز دیدم. وایسین تا بیا. اینقدر تپی کنم توی برم. ای بابا چرا نمیاد یارو؟ چقدر عجیبه یارو نمیاد. آجی فکر کنم بعد یکی بره اون تو فضاشه. من میرم. حاجی از این حرفا نزن، کلا جز تو کسی اینجا نیست. من تصمیم گرفت این نفر فدا کنم. این وقتی رفتنی. ای اشتای خوندم. بدو چی زنت کار گاییدم، بدو میکنی؟ اینم آن شد ببینم داخلش چه خبره. دو تله افتادم. دادو باز کن. دادو باز کن. دادو باز کن. چه اتفاقی داره برای میفته؟ امیر چند تا جون داری؟
این چی دیگه؟ داشتی چی کار میکردی اینجا؟ امیر معتاد حل رو بکن. امیر خودتی؟ آره آجی من چیزم امیرم دیگه با حال ناموسن دارس پیدا شدم. عجیبه. آجی یه سر از این کاپوتو اومد. واه زن تو این گاهیدی. که